من موهام الان خیسه خب فقط یه فشار دادم، آبشو گرفتم دیگه، با حوله نمیذارم اون خیسیش بره. یه دونه از این شونه‌های فلکسی بگیرین. خب بچه، بعد اینکه موهاتون رو کامل شونه کردین، بعد من این سری حالا درش الان بهتون نشون میدم. رفتم انزلی یه دونه اینو گرفتم، یه حالت ژل مانند داره، ولی خب قبلا کرلی کرمه که اون میزدم، اونم خیلی خوب بود، موهام اصلا صفر نمیکرد. حالا الان از اینم استفاده میکنم، خیلی اوکی. موهامو تقسیم میکنم، ببینید مثلا این لایه‌ای که خودتون دوست دارین دیگه، هر چقدر ظرافتش بیشتر بشه فراتون. بعد بچه‌ها از این ژلی که دارم قشنگ برمی‌داری، زنی روی دسته، قشنگ میکشی همه جای بود. اگر میخوای فرت پفدار وایسه مثل من که اینجوری مدل قارچی وای نیستم، شونه رو باید بندازید زیر موهاتون و بپیچید. ببین میندازم زیر، یه پیچ میدم، بعد مومو تکون میدم که کامل ببینید. ببینید میذارم توی ریشه، گردش میکنم، بلش میکنم. ببین من 8 این قسمتم یه مستطیل جدا کردم، قشنگ از این باکسه از این ژله زدم. این قسمتم چون میخوام جلو پفدار باشه، اینم به سمت عقب شونه میکنم که اینجوری وایسه. ببخشید جلومو که میخوام بریزم توی صورتم، 2 دسته میکنم، باز از این ژله میزنم. حالا به سمت صورت، این عقب، دوباره جلو، باید تون انجام بدم چون خب دوباره چتریامو به سمت جلو گرد میکنم و شکل تکونش میدم. بعد کل موهاتون رو 4 5 1 2 3 4 5 اسکرانچ میکنید. حالا من سرم کلا یه بار میارم جلو، یه بار به این ور، یه بار به اون ور اسکرانچش میکنم. دفیوزر میخوان در سشوارتون، فقط برای اینکه ریشه هاتون پفدار بشه، اول ریشه‌تون رو به صورت دورانی تکون بدین، اینجوری خشکش کنین که باعث بشه پف کنه. بعد برید سرتون به هر جهتی که میخواین خوش کنین کج کنین، موهاتون رو به سمت ریشه این شکلی خوش کنین. تموم شه ورسه فیلمش رو میگیرم. موهام امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه دوستش داشتین لایک کنین، کامنت بذارین توی استوری، و اگر ببینم طرفدار موی فر زیاده، استایل دیروز موهام که حالت شیمیان بالا بودن بهتون یاد میدم.